وزارت اطلاعات ثمره انقلاب اسلامی ما و همه شما بینندگان محترم شبکه 3 سیما، سلام به روی ماهتون. خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه بدون توقف. باید بهتون عرض کنم که شما بیننده شاید اولین گفتگو سریع یک مسئول امنیتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران هستید به این شکل و شمایل در برنامه بدون توقف، و ما با افتخار میزبان وزیر محترم اطلاعات جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب هستیم که خیلی خوش اومدید. و موضوع این برنامه‌مون راجع به جنگ ترکیبی و مسائل امنیتی هستش. حاج آقا بسم الله. با سلام به اول جاسوس عالم امکان امام، ارواحنا فداش بشم قربونش برم انشالله، و دوم جاسوس عالم پیکان مقام عظمای حماقت، و سوم جاسوس عالم حیوان ابراهیم آقای رئیسی. به شما جوجه جواسیس گوگولی مگولی هم سلام عرض میکنم. از همون اولم بهتون بگم که اگه سوال اضافه یا حرف پرت و پلا بزنید میدم دست سربازای گمنام بزنن سر و صورتتون رو بیارن پایین. روغن بنفشم از ابزارهای کارشونه. خلاصه حساب کارتون رو کرده باشین. هم اول گفته باشم. بفرمایید. به عنوان وزیر اطلاعات اگر بخواید وزارت اطلاعات رو تعریف کنید چی هستش؟ چه معنی داره؟ والا وزارت اطلاعات قرار بود چشم نظام باشه. حالا اینکه دشمنان نظام زدن این چشم و سیاه و کبود کردن و زیرش بادمجون کاشتن بحث دیگه ایه. بالاخره یک جمع ولایت مدار مخلصی هستیم که متشکل از لاشخوران گمنام و پرستوهای خفاش مسلک که به شغل شریف آدمکشی و جاسوسی مشغولیم. خلاصه اطلاعات جمع میکنیم دیگه. این اطلاعاتی که شما میفرمایید، من شنونده یه چیزی برداشت میکنم که آیا اینقدر سرویس اطلاعاتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران قوی هست که حتی اونجا هم آدم داره؟ آدم که چه عرض کنم، حیوان هم داریم. شیطونه میگه یکی بزنم عرضت از طولت بیشتر بشه. حالا من یه زری زدم تو چرا اول شدی؟ قوی کجا بود؟ مقام عظما به اندازه پیازم زور نداره اشکادم رو در بیاره. کدوم آدم؟ کدوم قوی؟ مقام عظما الان یه سخنرانی میخواد بکنه مثل خروسیه که دمه به دمش زدن، باید شال کمرش رو صفر کنه تا صداش در بیاد. دلت خوشه؟ آقا میشه جلوی اعتراضا رو گرفت. بعد از تخم گذاشتن خروس سخت ترین کار اینه که با شما گاگولا حرف بزنم در عین حال عفت کلام رو حفظ کنم. بابا مگه ما هر غلطی میتونستیم نکردیم؟ از عملیات چند وجهی تا ترکیبی تا هیبریدی تا تبریدی تا ریدی بیدی دیدی، دیگه چه خاکی تو سر اون بکنیم آخه؟ شما فرمودین که قرار یه مستنداتی، حالا یه فیلم هایی ارائه بشه. فکر نمی‌کنید خیلی دیره؟ الان 1 سال داره میگذره، مردم هنوز نمیدونن واقعا چی شده. ببینید واقعیت اینه که حالا ما میگیم که از خارج از کشور اینها ساپورت میشن و حالا اینا هست، من نمیگم نیست، ولی مردم هم یه مطالبه‌ای داشتن. این نیست که ما فقط بگیم که از بیرون بوده یا معاندها و منافقها بودن. تو هم چرا پیله کردی به مطالبات مردم؟ یا باز شد بگید مسئولین نظام چه مطالباتی دارن؟ والا به خدا مسئولین نظام از این شرایط ناراضی هن. این نشون میده مردم کارشون رو درست انجام نمیدن. مردم معاندن. اگه هر جای دنیا بود الان مردم استعفا داده بودن. آخه این چه وضعشه؟ به قول خود شما و دیگر سران کشور ما دشمنانی داشتیم و داریم که دوست ندارن ما نه پیشرفت کنیم و نه آرامش داشته باشیم. چه تدابیری دارید واسه نزدیک شدن آرای مردم به همدیگه و آشتیشون با در واقع دولت و حکومت؟ تدبیر که بالا چی بگم؟ به قول مموتی از بس که تدبیر اندیشیدیم تدبیر دونمون پاره شد دیگه. امام راحل نسناس یه روز گفت تدبیر میکنم که آب و برق مجانی بشه، اما الان توالت قبر خودش هم پولیه. الان مقام عظما و ما جک و جونورا از همون فاضلاب گردن کلوف کردیم. بنابراین دیگه بی خیال تدبیر و این حرفا بشید. هممون با هم قراره بریم تو سپتیک امام. دست از سر ما برمی‌دارید یا نه؟ تا بدون توقف دیگه یا علی.